سلام دوستان، خیلی خوش اومدیم به اولین اپیزود برنامه نپخته. یه آشپزی فوق‌العاده کسی، یه سری آشپزای فوق نشده. بنیامی پاپی بابا دهنتو سرویس. ما آسایش نداریم. بچه‌ها اومدیم پاستا درست کنیم. یعنی من بلد نیستم ولی قراره یاد بگیرم. به من گفتن قرچ بخریم. ما خیلی پول داریم، با من بیایم بریم بردیارم بگیریم. کجا بریم دیگه؟ کجا بریم؟ میریم سراغ شیر. اینو بردارم. من دوتا شیر. خب بیایم با من. قانقا فرق ایشون با این سس چیه؟ این که خودش قبول داره که سسه، ولی این خودش قبول. بابا من خودم سس تولید میکنم. بریم سراغ خامه. دیگه چی موند؟ یه قانقان ادامه میدیم، یه دور میزنیم بعد که تا یادمون بیفته که دیگه چی میخوایم. اینو میخوای؟ بیا اینو بخور. بابایی اینو میخوای؟ بیا اینو بخور. ترش بکردم از کاره. دوباره ادامه میدیم. قانقان هوس‌باز نبودم، نامردی از دنیا دیدم. برو پی خدا. چیا برداشتی؟ چرا سه تا سبز برداشتی؟ نمیدونم، سبز رنگ جالب. تو حرف نزن. بچه این نیازم بود ولی خب دیگه بچه ها باز کردیم. چشاتونو ببندین. خب چیه؟ یه دونه از اینا داره. وایسا بگو کشتام. داداش باز کردی نمیخوای بخوری خوشمزه؟ ببینم من بده من. حاجی خوب میشه بعد نگاه. بعد میشه خوب میشه. این جا میاد. روش بگیر روش بخم. چجوری؟ شلوغ میشه. بریم رنج رحم من رو کشت و اشتیاق رو داد. آقای محترم به من گوش بده. اینا چرا همشون اینوری؟ خب حالا این کارخونه اومده مثلا ابتکار بخره. اینا چه باحال ابریه. از اینا برده. خب بچه‌ها بزرگترمون ما رو دعوا کرد، گفتش که اونا به درد نمیخوره و ما مجبور شدیم از اینا برداریم. برو اون هرچی بوده رو خوردم دیگه چیزی پیدا نمی‌کنم. چای صوفیا. چای صوفیا. بچه‌ها اینا چیه؟ تو که نمیدونی اینا چیه، چرا با ذوق میای میگه اینا هم داشت؟ شکلات. شکلات و ننسین ağzına ye. من در اکبرات مداحی می‌کردم. درستی نداشت بخوریم. کاخ نمیخوره. میخوره پاستیل بخوره. شیبا. چی؟ کوکاکولا. داداش میشه دختر رو از صحنه من ببری بیرون؟ پاستری. واسه چی بهت نشون بدم؟ صبر کن. وای بچه‌ها کشکان با کلاس شدیم. شوسی شدیم. بابا از این با چی گفت؟ من از این میشه بریم؟ میخوام نظر بدم. نه بدیم ها. شعر بنویسم. نتر گو به حسن نه بریم سراغ آشپزی. این لانه، این کره، این هم کوره. داداش اومدی بازی کن. بریم که پاستا درست کنیم.
حالا چیکار کنیم؟ ها؟ شروع شد. بعد پاس درست کنیم؟ خسرو چرا نره میزنه؟ سجاد! آقا نگاه کن. یه دقیقه به تو میتونی نگاه کنی. خب من نمیدونم الان این دختره کجاست. یه دقیقه بزن صداش کن که بدونی میخوام چیکار. ببین من بهت میگم تو نگاه میتونی کنی. این کره. اینو بیار جلو این مثلا اونجوری ببرش که این بتونه اون قاچا رو بزنه. خب منم که تورم ولی گوش دارم. خب وای نمیشه اصلا. یه جوری به این بفهم تفهیمی مفهومی قومه مختلف که این به من بگه چه جوری بزنم. تو نمیبینی حرف بزنم. لفظونی نمیتونی کنی آخه تو. اینو سمت من بیار من لفظونی کنم. بیار سمت من. سلام. میشنوی من میفهمی من چی میگم؟ آره. ببین منو تو رو یه جوری راهنمایی کن که من قاچ کنم. راهنمایی نماییم کن تا بتونم اینا رو قاچ کنم. اوکیه؟ چیو قراره قاچ کنیم؟ قراره چی درست کنیم؟ قاچ کردم. قاچ کردی؟ خب بقیه رو بیا کردم. خب میگو چیکار کنم؟ خب چیکارش کنم؟ بیا مستقیم بیا. دست منو بگیر سجاد. مستقیم بیا. اینو بگیر دسته قاشق اینها کرم زنیده بریز توی مایفابه. ببین اینو بیار. بریز توی یا علی وای بابا بده من. این چیه؟ باسته؟ بابا اینم دیگه ببین به این بگو. دست من نزم. باز شد. کجا بریزم؟ کرشو خراب. این بریز. بابا بچه‌ها بیا داداش. ما خیلی تمیزیم. خب با من بیا اینو بگو آشغالی بیا کار دارم. این آشغالی نمیپاده چرا؟ ببین یه قاشق بیا تو میبینی. هم بزنین و وقتی که جوش اومد 2 تا بزن دست من. خب آره ببین آره یعنی این نه یعنی نه یه بار بزن. آره 2 بار بزن. این خاموشه. یه قاشق بیاد سجاد. یه قاشق بیاد هم بزنی اونو. من میخوایم برسیم. بابا چیه تو یاد گرفتی؟ این کره است چیکار؟ چیه؟ روغنه؟ روغن نیست. خوشم آمد. نکن. شیره؟ میشه بخورم؟ آره بودی؟ وای لعنت کوری. حاجی پرچربه نه؟ پرچربه؟ بچه‌ها دستم بگیر. من میسوزم آقادم میدارم. بسه توی؟ چرا بزه توی؟ بابا نه خانه تو خانه بده من. خانومه آقا زخجا بریز مال مفته تا میتونی بریز. سجاد احساس نمی‌کنی دیگه؟ با کیا شدی بچه‌ها اینا یعنی پخته؟ کسی اینجا گیر نشنه؟ پاستا داری؟ بیا خواهه
خامه. نه اون واسه چیزه. آقا اینقدر نبود آشپزخونه اینقدر نبود که تو داری من میاری. اینا پخته؟ اینا پخته. نه بابا نگو بریزه تو. آقا چی میگه این؟ یس. فکر کنم خوردنیه این دستمه؟ بچه یس برو. آقا اینقدر زیاد ریختی؟ شد. کره برید. شیر گوشی بابا وابسته. بچه بابا بسته. بیا جاگورا تمو نخور. ها؟ چی میخوری؟ چی میخوری؟ میگه نخور. نخورم؟ شیر رو نخورم؟ خب باشه بابا آبکش. شکوندی باشه. بچه میشه تو آبکش کرد. آبکش نداری میشه؟ مو تو بیمار میشم. گشنمه ول کن یه دقیقه الان میام. این واسه منه. سجاد دست من نزن. خب الان مگه خامه میخواستی؟ اکیر دارو سر خامه از این پیردن تا گاهی میذارم. آقا مگه مال تو رو دارم میخورم سجاد؟ این چه نگیری میکنه؟ آبکش. اینو بریزی توش آبکش. آبکش. تو کسی بیرون کشناره. بچه ها آماده است. حاجی پاستا آماده شد؟ یه پاستا درست کردم تو آنتالیاش هم نمیتونن درست کنن. بخور خوشمزه است. بابا نمیخوام برو بر برکت. از این به بعد آشپزیاتون رو از ما یاد بگیرید.